با سبب تمدید نشدن مجوز فعالیت 6 کارخانه کارکرد طلا در جماعت دهات شگناو ناحیه خوالینگ 600 نفر بیکار مانده است. این افراد میگویند که ماهی تا 1000 سومانی معاش میگرفتند و عرابه زندگیشان اساساً از همین حساب میچرخید. اکنون بعضی کارگران به چارواداری روی آوردند، دیگران هنوز کار میجویند. اجازتنامه کارخانه های خصوصی گنج، پامیر، سیوزر، اسرائیل 2011، عبدالعزیز و گل مراد که به کارکرد طلا مشغول بودند حدود 1 سال باز به اتمام رسیدند. نورالله میرزازاده رئیس ناحیه خوالینگ در نشست خبری گفت به منظور تمدید شدن اجازتنامه کارخانه های استخراج طلا عنوانی حکومت کشور رسما مکتوب ارسال کردند. با گفته میرزازاده 6 کارخانه تولید طلا سر از ماه ینوری سال 2017 به این طرف متوقف شدند. تنها کارخانه کارکرد طلای آدینه در حال حاضر در حدود 35% فعالیت دارد. وزارت صنعت تاجیکستان سال 2016 اعلام کرده بود که استخراج طلا در کشور 11% افزود، اما آمار چند تانه استحصال شدن طلا را به دلیل سری بودن آن آشکار نکرد. اما بنابر حساب‌های اقتصاددانها در تکیه به آمار سالهای پیشین سال 2016 در تاجیکستان بیش از 5 تن طلا استخراج شده است. در جماعت شگناو ناحیه خوالینگ یکی از کانهای بزرگ طلا جایگیر است. کارکرد طلای شگناو در آخرهای عصر 19 از جانب حکومت پادشاهی روسیه به راه مانده شده است. طلای شگناو از بهترین نوع طلا در تاجیکستان دانسته می شود. در زمان پایبرجایی شوروی طلا این موضع کارکرد می شد و مستقیم بر روسیه انتقال می یافت. مسئولان می گویند هنگام جنگ شهروندی شگناو با زور سلاح مال قماندان ها بود و آنها از فعالیت خود در این موضع به کسی حسابات نمی دادند.